در تاجیکستان حالا دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و خبری محدود شده است. اما اکمل علی میرزویف، یک جوان تاجیک، هیچ مشکلی در استفاده برای این شبکه‌ها ندارد. دو برادر اکمل در خارج از کشور تحصیل میکنند و تنها شبکه‌های اجتماعی پیوندان راهدورش را با او همیشه در ارتباط قرار میدهند. این جوان حالا در تلفنش برنامه‌های قفل شکن نصب کرده است تا تماسی همیشگی با برادرانش داشته باشد. Как-то уже не актуально все это. Люди уже все знают. ҳоло мушкил нест ва ҳар як кӯдак ҳам метавонад вориди дилхоҳ сомона шавад. Қулфшикании VPN маъруф аст. Онро дар телефон насб мекунӣ, ҳама сомонаҳо боз мешаванд. Танҳо суръат каме сустар мешавад ва берунорӣ бархи видеоҳо дертар анҷом меёбад, вале дар умум ҳеҷ мушкиле вуҷуд надорад. ҳоло ба фикра маҳдуд кардани шабакаҳо маъно надоранд. шахсан барои Честно говоря, для меня тоже. اکمل تنها جوانی نیست که حالا طریق برنامه‌های صدشکن از شبکه‌های محدود شده در تاجیکستان استفاده می‌کند. ما فقط فقط VPN کتی ما میتونیم درست به یگان تا معما یک پرابلم میتونیم در آمدن فقط گاو زدن و فهمیدن. به VPN حمایت نمی‌شود تلفن موبایلی. مسئولان شبکه‌های اجتماعی میگویند استفاده صدشکن‌ها شماره استفاده برندگان آنها را چندان تغییر نداده است. حالا همروزه 30,000 نفر از تاجیکستان به شبکه ادناکلاسنیکی وارد میشوند که در قیاس به سال پیش 25% بیشتر بوده است. ادناکلاسنیکی یکی از شبکه‌های معروف در میان جوانان تاجیک است و گفته می شود در تاجیکستان بیش از 300,000 مشتری دارد. کارشناسان نیز بسته بودن شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های خبری را یک کار بیهوده و کم تاثیر می‌دانند. بستن‌های غیر قانونی و گاه گشوده و گاه پوشیده سایت‌های سامانه‌های اینترنتی نیز دلیل از آن می‌دهد که ما همین صاحب ملکی را حس نمی‌کنیم. و سپس برای حس کردن، شاید برای حس کردن چنین صاحب ملکی گمان میکنم که درجه توانمندی حرفه‌ای مقامات مربوطه نمیرسد. در تاجیکستان سالهاست محدود ساختن شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های خبری تجربه می‌شود. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان اقرار می‌شد که با درخواست آنها این شبکه‌ها بسته می‌شود. اما حالا این خدمات محدود شدن شبکه‌های اجتماعی را کار شرکت‌ها می‌دانند و شرکت‌ها همیشه این را مشکلی تکنیکی می‌نامند. در شرایط معاصر این حرف‌ها به اکمل و هزاران همسال او اهمیتی ندارد. همه روزه صدها نو برنامه‌های صدشکن ساخته می‌شوند که دسترسی اکمل و همسالانش را به شبکه‌های اجتماعی و خبری محدود شده آسان می‌سازد.